دلاور مردهای کایی، شما همگی بسیار شجاع هستید. در نگاهتان نجابت و در دلتان آتش دارید. ماشاءالله ماشاءالله. ای والله خان. اینا چیه پسر؟ اینا هدایایی هستن برای تکفور بابا. عثمان، وقتی حرف شمشیر میشه تو به ذهنم میای. ببینیم دوستمون تکفور یورکاپالاس از این هدایا خوشش میاد؟ شمشیرایی رو بهشون هدیه میدیم که باید باهاشون قلعه‌اش رو تسخیر کنیم. چرا خوشحال نشد دوندار خان؟ دوندار خان، چون هر جایی به غیر از کایی واسه ما غریب است، بهتره که منم با شما بیام. چه میگی؟ بهتره یکی از ما پیش چادرها بمونه بامسی بی. تو اینجا بمون، همه چی را حاضر کن، مراقب بقیه باش. ای والا دوندار خان. آماده بشین، راه میافتیم. زود باشید. به خدا میسپارمتون. انشاءالله سالم برید و سالم برگردید. توافق صلح و تجارت طبق خواسته ما شد تکفور یورکاپولوس. فقط نمیتونستم پرداخت ضرر وارده به کاروانشون رو قبول کنم. تو نگران نباش کالانوس، هیچ کس نمیتونه به انجام اون مجبورم کنه. من هیچ شکی ندارم. با اینکه ارطغرل مقدمات این صلح رو فراهم کرده، ولی برادرش دوندار میخواد کار رو تموم کنه. درسته، میخواد قدرتش رو به رخ بقیه بکشه. به لطف پروردگار از دیگران قدرتمندتر خواهیم شد. این طلسمی که از شوهر عزیزم نگهداری میکنه. تا تو در کنارم هستی هیچ کس نمیتونه به هم آسیب برسونه. من آدم خوششانسی هستم. ما باید احتیاط کنیم. دیشب ستاره ها منو بیقرار کردن. شاید بگی دلیلی وجود نداره، اما کمی نگران شدم. نگران من نباش سوفیا. بزرگترین جنگجوی دنیا جناب کالانوس مراقب منه. جای نگرانی نیست.
اهالی کایی اومدن سرورم. جناب تکفور، خوش آمدید دوندار خان. ممنونم تکفور یورکوپولوس. پرنسس سوفیا، بانوان شجاع کایی، شما هم خوش آمدین. به قلعه ما افتخار دادین. افتخار برای ماست پرنسس. کاش در این روز زیبا ارطغرل قاضی هم با ما بود. این شادی رو بیش از هر کس به اون بدهکاریم. بازیمون شروع میشه. ارطغرل، اگر من رو میخوای تکفور، اینجا هستم. امروز نه تو از من میترسی و نه من از تو. بیا کارو تموم کنیم. دیگر کافی است. جنگ رو تمام کنیم. میخوام بین ما اعتماد به وجود بیاد. میخوام مردم من در صلح زندگی کنن. زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده باد. تا آخرین قطره خون خود خواهان جنگ بودیم و حالا زمان صلح فرا رسیده. پس به همراه برادر عزیزم دوندار صلح و برقرار خواهیم کرد. زمانی که برگشتم یک جشن با شکوه خواهیم گرفت. تکفور یورکوپولوس، تو آدم با شرفی هستی. شمشیرت برنده و آدم با ذکاوتی هستی. در مورد ارطغرل قاضی؟ در مورد ارطغرل قاضی همه از شجاعت اون خبر دارن. به گرسنگان غذا میده و به فقرا لباس. قرض بدهکارا رو میده، به مسلمانان و غیر مسلمانان کمک میکنه. دوستی با ارطغرل قاضی و فرزندانش خوب و دشمنی با اونا زیانبار. سپر دفاعی تشکیل بدید. خیانت. اینجا قلعه توه و اینام سربازای تو. چطور اجازه میدی یه همچین اتفاقی بیفته؟ تو سگ چه کسی هستی؟ کی هستی؟ حرف بزن. گفتم حرف بزن. بکشیدش.
اونو بکشید. عثمان، فتنه به اینجا هم رسیده برادر. همه حالشون خوبه؟ به لطف تو همه خوبن عثمان. خدا رو شکر. تا نفهمیم چه کسی به این آشغال دستور داده، خواب برای هممون حرام خواهد بود. اگرم امروز نباشه، بالاخره یه روزی اون کثافت رو پیدا میکنه. میدونی من چطور تونستم توی این سرزمین خشن قوی بمونم نظام الدین؟ همیشه بو میکشم، چه خوب و چه بد، هر کدوم بوی خاصی دارن. چه خوب باشی و چه بد باشی، حتما یه بویی داری. خیلی خوب، بگو ببینم چی شد. اهالی کایی به قلعه رسیدن عالیشار خان. میخوان با تکفور توافق کنن. تکفور شرایطشون رو قبول میکنه؟ با یه سری هدیه راهی شدن و دارن تدارک یه جشن رو میبینن. قلمی که قرار اینو بنویسه منم و کاغذشم منم. بدون توافق من اون قرارداد ارزشی نداره. این کار ارزش بازار جدید رو کم میکنه. اگه توافق کنن ارزش بازار سویت بیشتر میشه. ظاهرا شرایط حساسی شده، اما یه چیزی رو فراموش کردم. من هر طرفی برم ترازو به اون طرف متمایل میشه. زهر خاتون، بابت این حادثه واقعا متاسفم. هر چقدر از شما عذرخواهی کنم کمه. با ابراز ناراحتی نمیتونی از این وضعیت خلاص بشی پرنسس. اتفاق واقعا ناخوشایندی بود. برازنده افتخار این قلعه قوی نبود. قلعه شما به ظاهر قویه، اما گویا دروازه های ضعیفی داره. اگه قفل از داخل باز نشه، این فلاکت نمیتونه از بیرون بیاد. گیورگوپولوس خیلی سریع خائنین رو پیدا خواهد کرد. مطمئن باشید. زیر سایه جنگجوهای شجاع شما شوهر من هنوز زنده است. این همه مدت بی جهت از اهالی کایی تعریف نکردم. هر کسی دیگه هم جای ما بود همین کارو میکرد. صلح و دوستی یعنی همین پرنسس. به همین دلیل اینجا نیستیم؟ مقابل صلح و دوستی همیشه موانعی وجود داره. اتفاق امروز اینو به ما نشون داد. این حمله فقط علیه تکفور نبود، علیه شوهر منم بود. همونطور که گفتین انشالله خائنین زودتر گرفتار میشن.
وگرنه این ماجرا رو نه دوندار خان و نه من فراموش نخواهیم کرد. عذرخواهی منو قبول کنید دوندار خان. برای چی باید قبول کنم تکفور یورکوپولاس؟ میدونم هر قطر هم برای قبول کردن عذرخواهی شما اول باید بفهمم چه کسی قصد جون ما رو کرده. مطمئن باشید به زودی پیداشون خواهم کرد. معلومه یه نفر اصلا از توافق ما خوشحال نیست دوندار خان. کم مونده بود کشته بشی. چطور میتونی بگی که سر قولایی که دادی خواهی موند؟ اون شرطایی که ما بهتون گفتیم و شما هنوز قبول نکردین چی میشه؟ اگر دوباره باعث اعتماد شما بشه حاضرم اون شرط ها رو قبول کنم دوندار خان. تکفور یورکوپولوس. سرورم شما مطمئنی؟ اینطور ناگهانی تصمیم گرفتن به نفع شماست؟ این کار درستیه کالانوس. این کار همین امروز باید انجام بشه تا اهالی کایی به دوستی ما شک نکنند. تو چی میگی گندوز خان؟ بهتر امروز این کار اینجا و به خوبی تموم بشه دوندار خان. وقتی ارطغرل قاضی برگرده میتونیم جشن بگیریم. بس بیاین قرارداد رو تکمیل کنیم. بفرمایید سر میز. لطفاً بگید ضرر و زیان تاجرها چی میشه؟ اینا شرایط سنگینی هن. این برای هر دو طرف یکسانه فرمانده کالانوس. حادثه در خاک هر کسی رخ بده اون باید ضرر و زیان رو پرداخت کنه. زارقا بعد از این کار از مرز گذاشتن و ما رد اونا رو گم کردیم. این ضرر کمر همه ما رو خم میکنه. نمیشه قبولش کنیم جناب گندوز. البته که میتونین قبول کنین فرمانده کالانوس. عثمان چطور عثمان بی؟ سارقین بی‌پروایی کردن و برای نجاتشون از مرز رد شدن. هر حرفی بزنین برای من با ارزشه. به حرفتون ادامه بدین. اگه به من اجازه بدین که از مرز عبور کنم اون وقت سارقین خواهند فهمید که راه فراری ندارن. در اون صورت مسئله ضرر و زیان هم باقی نخواهد ماند. مطمئن باشید. تا این حد به خودتون اعتماد دارین عثمان بی؟ امروز نشون داد چقدر ماهره. نظر شما چیه دوندار خان؟ برادرزادت عثمان حرف حق میزنه. اون فکر خوبی کرد، ولی این راه هم سخته و هم خطرناک. افتادن دنبال سارق‌ها کار سختی خواهد بود. اگر این وظیفه رو به تو بدین موفق خواهی شد عثمان بی؟ چون باعث سوء استفاده از مرز ما میشه نمیتونیم قبولش کنیم تکفور یورکوپولوس. اگر این وظیفه رو به من و یا به یک فرماندهی وظیفه شناس دیگه بدید اون وقت در ذهن کالانوس هیچ سوال دیگه ای باقی نخواهد. اگر دوندار خان موافق هستن من این اجازه رو به تو میدم که از مرزهای ما عبور کنی عثمان بی. به زودی تصمیم میگیریم چه کسی فرمانده این کار باشه. این رو به نشانه شجاعت امروزت از من بپذیر. سپاسگزارم تکفور یورکوپولوس. مجوز رد شدن از مرز و دستگیری سارق‌ها. ببخشید خانم. ما رو عفو کنید خانم.
خانم ببخشید. حتی نتونستین تکفور پی رو بکشین. برای این نقشه‌ای که کشیدم خیلی زمان گذاشته بودم، ولی شماها خرابش کردین. اگه اون مردو نمی‌کشتی، عثمان حتما همه چیزو میفهمید. اون وقت توضیحی برای یانیس نداشتیم. حالا بهترین آدمتو دنبالش بفرست. تو اولین فرصت باید کارشو تموم کنه. عثمانو دست کم نگیر. آدم معمولی نیست. حتما باید تاوان کارشو پس بده میکالا. عثمان تو چه کار کردی؟ چه کار کردم برادر؟ عثمان، توی قانون ما همیشه بزرگتر رو حرف میزنن. چرا پریدی وسط حرف عمود؟ حرف رو باید به وقتش گفت برادر. ای خدا، مگه از جون خودت سیر شدی که این کارو کردی؟ الانم باز داری حرف خودتو میزنی. نیازی به این حرفا نیست. شبتون بخیر باشه. برهان تو همینجا بمون. امر شماست عثمان. آیوارز تو با من بیا. شبه هنو بندونت خیلی زیبا میشی برچی. آیوارس هم ازش خوشش میاد. تو اگه گونی هم بپوشی اون دوست داره. تو و عثمانم یه روز ازدواج میکنید آیگل. تو اینطور فکر میکنی؟ البته عزیزم، اون موقع منم به خاطر تو هر کاری لازم باشه میکنم. خدا به ما هم شادی شما را نصیب کنه ایشالله. اینشالله. همه چیز رو نابود میکنه. چشما و قلباشون بسته شده. عمو و برادرم متوجه نیستن. اونا متوجه شیطان نمیشن. کی جرأت این کارو داشته عثمان بی؟ مهم نیست کی جرأت کرده آیوارس. وقت اهالی کایی به دست عقرب افتاده. ما همیشه تهدید میشدیم، همیشه ترس داشتیم. روی این خاک ها جنگ بزرگی صورت خواهد گرفت. اینو میتونم حس کنم برادرم. اینو فراموش نکن. کسانی که مثل شاهین یا عقاب حمله کنن برنده خواهند شد، نه کسانی که مثل کبوتر میخوان بجنگن. از رویاهای ما دولتی به پا خواهد شد. یک دولت. حرف دندارخان رو شنیدی. صلح میخواد و تو داری از جنگ و دولت حرف میزنی عثمان بی. خواب دیگه برای ما حرام آیوارس. بلدرچین آبشو خورده و رفته. حالا وقت
شکار کردنش رسیده. اینا کی هستن اسمان بی؟ فتنه تنها درون قلعه نیست. فتنه تنها درون قلعه نیست. یا الله! یه تلس آیبارس. تو برو به چپ، من میرم سمت راست. خدا حقه! خدا حقه! آیبارس! خوجوی ما خوبی؟ خوبم. میگن خونی شدن لباس حنابندون بدیامنه. به خاطر هیجان برچین. باید مثبت باشی. به چیزای خوب فکر کن. خب امروز حنابندونته. آیگل چرا بر نگشتن؟ تو چرا نگران اونایی؟ ما باید تو رو آماده کنیم.
مطمئنم آیبارس تو رو ببینه هوش از سرش میپره. خدایا مراقب آیبارس هم باش. بیاین ببینم شغالا. اگه جلوی تکفور با پیشنهاد عثمان مخالفت میکردم فکر میکرد بینمون خصومت و دو دستگیه. این عثمان هر کاری دلش میخواد میکنه. اگه عثمان اینو بخواد تو باید جلوشو بگیری، وگرنه این رفتارا یه روزی باعث شر خواهد شد.
اجازه هست بیام عمو جان؟ بیا تو گندوز. عمو، از عثمان و آیبارس خبری نیست. هنوز برنگشتم. بی خود شلوغش نکن گندوز. عمو، خیلی نگرانم. بامسی بی خبر داره گندوز؟ نه عمو جان. به آلپا بگو بران همه جا رو بگردن و تا پیداش نکردن بر نگردن. امر شماست خان. شاید کمک لازم داشته باشه. زمان زیادی نداری. زود باشه. برو. زنده است. باید بیاریمش بیرون. باید از اینجا بیاریمش بیرون. بکش. زود باش پسر، بکش. بجون. آفرین. بکش. بکش. زود باش پسر. زود باش. آفرین پسر. آفرین. زود باش بکش. آفرین پسر. آفرین. زود باش. خیلی وقت هدر دادیم. باید بریم. داره به هوش میاد. بلندش کنی.
بریم. زود باش. بارکس. ای بارکس. ای بارکس. Aybares! 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 هی ماشاءالله بیا اینجا بیا بیارش بیا اینجا نمیخوام اذیتت کنم اذیتت نمی کنم فقط میخوام در راه خدا قربانیت کنم و توی عروسی های برسم برای غذای مهمونام آمادت کنم زود باش بسم الله زود باش بیا ای ماشاءالله من از شما ممنونم اگر خدا شما را برای قربانی کردن به ما نمیداد باید چی کار میکردیم؟ اون وقت باید با خنجرای خودمون سر فرزندمون رو میبردیم و قربانی خدا میکردیم راحت بود؟ اصلا راحت نبود راحت نبود خب داستانش رو بلدی تعریف میکنم گوش میدی؟ پس گوش کن گوش کن آی بارس